روز 4 مارت بر اثر یک ترکش شدید در مسجد شیعه در شهر پشاور در شمال و غرب پاکستان دست کم 56 نفر کشته شده، دست کم 194 تن زخمی شدند. ترکش در کوچه رسولدار در نزدیکی بازار نمک جهانپور مسجد مولانا غلام زاهد زمان رخ داد که صدها تن از پیروان مذهب شیعه در اینجا برای نماز جمعه جمع شده بودند. مسئولیت حمله را سازمان تروریستی داعش که در پاکستان و افغانستان به نام دولت اسلامی خراسان عمل میکند به عهده گرفته گفت حملگران افغان بودند. داعش در اظهاراتش خودستایی کرده است که با وجود تدبیرهای امنیتی که طالبان در افغانستان و پلیس در پاکستان میاندیشند، جنگیان این سازمان به صورت پیوسته پیروان مذهب شیعه را هدف حمله‌های خود قرار میدهند. سردار پلیس پشاور محمد اعجازخان گفت حمله به مسجد از تیراندازی دو حملگر مرگ طلب به طرف کارمندان پلیس که تامین امنیت مسجد را به دوش داشتند آغاز یافت. در نتیجه تیربارانی طرفین یک کارمند پلیس کشته و یک حملگر کشته شده، پلیس دوم زخمی شد و بعد این تروریست دوم توانست وارد مسجد شده بمب را بترکاند. ترکش چنان سنگین بود که شیشه تیرزه های خانه ها در محله های اطراف مسجد را نیز فرو ریزانده است. بنا به اطلاع پلیس برای ترکش 5 کیلو مواد ترکنده استفاده شده به داخل بمب آهنگریزه ها هم گذاشته بودند تا که شماره قربانیانش هرچه بیشتر شود. افسر مستعفی ارتش پاکستان شیرعلی که پیرو مذهب شیعه بوده هنگام ترکش در داخل مسجد قرار داشت نیز جراحت برداشته است. در حالی که او با لباس سفید خونالود در بیمارستان قرار داشت، از حکومت پاکستان خواست که برای تامین امنیت شیعه ها جدیتر دست به کار شود. گناه ما چیست؟ ما چی کار کردیم؟ ما مگر شهروند این کشور نیستیم؟ گفت شیرعلی خطاب به حکومت پاکستان. سروزیر پاکستان عمران خان حمله به مسجد پشاور را محکوم کرد. در ماه‌های آخر در پاکستان خشونت رو به بالا آورده است. دهها سرباز در نتیجه حمله ها به پاسگاه‌های ارتش در طول مرز پاکستان با افغانستان کشته شده. شیعه های مقیم پاکستان پیوسته هدف حمله های خونین قرار می گیرند. شیعه ها همگی 5% از 220 میلیون اهالی پاکستان را تشکیل می دهند. 91% ساکنان پاکستان پیرو مذهب سنی می باشند.